لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستید. خوبی شما آرزوی همیشگی من هست. تماشا بیننده عزیز، در اینجا با شما کم طرف خوروک صبحانه تیار کردیم. باتون نان خیل کرده میده کردیم، یک نان تخم شکستم کوفتم خوشرو کرده آرالش کردیم نمک کتی. بعدم باتون رو در تخم تر میکنیم و روغن گرم در میپزیم شون. تماشا کنید دوستان عزیز، بلوگتون خوشه. خوراک صبحانه ما هم تیار شد دوستان عزیز. اما همین پمیدور و مرتجیل و کروب قطعی الان میخوایم پستانشون کردیم و ما بیشتری کباب کدام
دوستان عزیز بلاگ اینجا را به اینجا به آخر میرسونیم. از همه شما می‌ندارم برای دستگیری ها برای سخنهای خوب شما هستین که کانال ما پیش می‌رود. رحمت برای دستگیری هاتون. خیر در پناه خدا باشین مردم خوب مسلمان این دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیتون نگهدار باشه.